من مقایسه میکنم با پارلمان های سال های پیشین و رفتیم معرکه انتخابات و سال به سال هر یک معرکه انتخاباتی سطح معرفت حقوقی مردم ما را نشان میدهد. یعنی زینه به زینه سال به سال بلند شده است و جامعه ما امروز همین انتخابات نشان داد به درجه آزاد بودند که هر دفعه که وای میتوانست آزاد خود پیشبری میکرد و به مردم آزادانه نظر خود را، اندیشه خود را، غایه های خود را پیشنهاد کرد. همین طور باید باشد. من چنانه که در جشن 20 سالگی کنستیتوسیا قید کرده بودم، پارلمان جای تقسیمات مال و ملک و مواد نیست. پارلمان پیش از همه این مسئولیت بلند سطح کسبی هر یک وکیل در تهیه قانون‌هایی که با منفعت جامعه و دولت خدمت می‌کند. هر یک عضو پارلمان باید مسئولیت بلند داشتنش در کار هم از لحاظ کسبی، هم اراده مستحکم، هم در جاده حمایه منفعت‌های ملی و دولتی و همچنین در جاده پیشبرد سیاست عملی شدن سیاست خارجی داخلی ما. پارلمان بینهایت باید فعال باشد. وظیفه مقدس شما تنها یک تهیه نشر و قبول قانون ها نیست. عمل قانون ها، برنامه های دولتی، استراتژی هایی که از جانب حکومت، دولت و پارلمان قبول می شود در جامعه است. در همه سمت ها عملی شدن سیاست خارجی و داخلی مملکت را است. هر یک شخصی منصبدار اعضای حکومت از پرزیدنت مملکت سرکرده در نزد پارلمان حسابات دهنده است، مسئول است. یعنی پارلمان جای بحث است. این معنای آن را ندارد که هر یک لایحه قانونی که از جانب چه حکومت و دیگر ساختار مربوطهایی که حقوق قانون پیشبری دارند، پارلمان باید از همه لحاظ سطح بلندی کسبی اکسپرتیز این قانون را گذراند. در فعالیت تمام سمت‌های خواجگی خلق مملکت پارلمان هم مسئولیت دارد. اگر همه قانون‌ها را قبول کنیم، از آن جمله بودجت دولت را، بودجت دولت این حکم قانون را میگیرد بعد تصدیق در پارلمان. که رفت اجرای بودجت، خراجات آن، صرفه‌کارانه استفاده بردن، این وظیفه تنها یک حکومت نیست. این وظیفه نظارت به واسطه پارلمان هم است. چون که لایحه قانون در باره بودجت دولتی این حکم وقتی قانون را میگیرد، قانون را رفت اجراش باید پارلمان نظارت کند. با مسئولیت بلند و پاک وجدانانه هر یک وکیل مردم بنیاد از لحاظ صفتی پارلمانی امروزه سطح بلندی کسبی دارد. حتی بعضا وزیرای بنهایت ساهای وزارت اقتصاد دیگر را از جانب حزب خلق دموکراتی با هیئت پارلمان پیشنهاد کردیم که سطح کسبیت پارلمان را بلند بردارد. دولتی صاحب استقلال به پارلمان وجود داشته نمیتواند. همین است حاکمیت قانونگذار، همین است اشتراک فعال جامعه مردم انتخاب کنندگان با فعالیت راهبری یا که اشتراک در فعالیت دولتداری. یکی شما هستید، مردم شما را انتخاب کرده، یعنی همه مردم اشتراک کرده نمیتونه. یکی با واسطه وکیلان خود در فعالیت تمام شاخه‌های حاکمیت یعنی همکاری میکنه. پاک وجدان بودند، دست دلیلت پاک داشتند. یعنی رفتار کردار وکیل مردمی برای مردم تاجیکستان چون آینه باید و نمونه عبرت تمام خدمتچیان دولت. من این مصلحت دوستانه و برادران من همچون راهبر دولت داشتم.
با تکرار میکنم منفیت ملت، منفیت دولت از همه منفیت ها باید بلند باشد.